سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت 2 سری ویدیوی هارو نایت سیلکسانگ. اگه خوشتون اومد حتما حمایتمون کنید. بدون معطلی برو بریم. بچه ها پارت پیش من یکم بیشتر چیز کردم، بازی کردم ولی نتونستم بذارمش چون دقیقه ویدیو میرفت بالا. برای ویدیو اول خب یکم زیاد بود، ولی این ویدیو هلوش نیم ساعت هست. این بازی میم این بازی واقعا دیتیل زیادی داره. هوا هیل. من از پارت پیش هیچ یادم نمیاد که کجا رو رفتیم و کجا رو نرفتیم. جدید باشه یکم پایینه. اینجا فکر کنم اومدیم پارت پیش اومدیم اگه یادم میاد. هم همین دارم دیگه. سلام. بزنید بیادین عقب که نره رو این تیغا نتونید برید. سرعت عمل بالا. خیلی رفتیم پایین. دوستان ببینم تهش چی میشه. برگشتیم به اونجا اولیه. بله برگشتیم همون جای اولیه. اینجا من سرعت ویدیو رو زیاد میکنم براتون. مگه تو نمیبینی دل عاشق من از چرا نمیشنوی ببینم نه چیزی نداریم. اصلا خبر خوبی نیست که چیزی نداریم. بله بالا مردم.
بذار بریم پایین. بعد شانسی تا کجا؟ اینجا هم نمیتونیم بریم. ای بابو. یه بشکم میزنم میایم همین جای ویدیو. اینجا مردیم. بولو بینم. فرند بریم بالا. اولینو میریم. عجب. اینا خیلی باحاله. شبیه انگشت. اوکی. گفرتم. اوکی. انگلیسی باشه. بده بده. فرند همین یک دور خودمون زدیم. Puszonka او. Kiecka بابا، نره. این الان میخواد نره پاشما. آره منظورم ولی ایشون Mieszko خیلی به درد میخوره تو بازی. نقشه ازش میتونیم بخریم با این چرت و پرتای دیگه. من اینو میخوام. پولم دارم خدا رو شکر. مپ میگه با تب هولد تبو که نگهداری نقشه برات میاد. این هم میخوام. نمیدونم چیه ولی حس کردم که به درد بخوره. Baba حرفای زیاد چرت و پرت. بزرگ مال بازی. Gorojoszkę بریم بالا. ما تو پارت یک نصف این مپ رو نگشتیم. مپ صد حالا اسمش هم یادم نمیاد ولی نصف این مپ رو نگشتیم. اوکی اونو باید
خیلی پولیسی. چیزوری این داره پیدا کردی؟ خیلی دارم نوب سگی بازی میکنم، همش همه جا میفتم. تسبیح. اگه مادر جونا یه بازی میساخت قطعا همین، همش تسبیح در حال عبادت هم نمیدونم چه دفعه حمله میکنن. عجیبه این بازی. خوبه. اینجا سیو میکنیم، امو میزنیم. اوکی 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 به به این آهنگ. تو بازی از اینا که دیدی اینا میبینی نشونه اینه که نقش فروش اینجاست. من گم شدم حقیقتا. نقشه اینجا رو هم ندارم. لیزا رو پیدا کردم. برمیگردیم به ویدیو. آها من فکر کنم بالاخره یه چیزایی دستگیرم شد. نقشه این مپه رو خریدم، بعد متوجه شدم که باید چیکار کنم. یه انگورم پیدا کردم، اینم از این. ببینید اینجا میشه اینجا میری بالا میای این ور. این ور رو نرفتیم. میتونیم هم بریم. فکر کنم که یه قدرتی بخواد که اونو نداریم. الان بریم قدرت رو پیدا کنیم اگه بتونیم، بعد بیایم اینجا ببینم. اوکی بریم پایین، بریم ببینیم میتونیم قدرت رو پیدا کنیم. ببینم میریم پایین. اوکی جواب میشد. در دیوار زیاد ضربه میکنه این بازی. چیزایی یه موقع قرار که باز میشه که خیلی بزرگ میکنه. حالا من اینجا رو نمیدونستم. یه بار برگردم یکم خوبه. اوضاعمون بهتر شد. نقشه خریدیم. بسته بود کنیم. اب نداره از اینجا میریم. زیاد اهمیتی نداره.
چی بسته است. ببینم اوکی جلوتر میریم، مشکلی نداریم ما زیاد. خیلی باشه اینا هم میپاشه. ببینم خب بریم ما الان اینجاییم ولی ما بریم پایین تر. ببینم اینجا اصلا دارم نمیخواد بیفتم توی این مزابا. دقیقا میگه از اینجا به بعد رو نرفته. خب از اینجا به بعد من نمیتونم برم. بذار بالا هم یه جا هست اون رو بریم. میبینین؟ بذار اونجا رو ببینم میتونم برم. میشه بزنم یه بالاتره یکم بذار هیل کنم. خب اینجایی که میگفت میشه اینجا که بسته است. چجوری برم خدا. سعی کنید توی این بازی کنید نشید. سعی کنید بشید بسم بدبخت بشید. 3 ساعت دارم میگردم دنبال یه جا هنوزم پیدا نکردم. از اینجا هم بخوام برم باید دسته بالا رو بزنم. خب نمیتونم اول باید اون قدرت رو پیدا کنم که فکر میکنم ما باید جای دیگه رو پیدا کنم. تو من اولیه سبز ببین برگردیم اونجا ببینم اونجا یا نه. منظورم این مپه بودا. ببین نصف این مپه ما نرفتیم. بریم ببینم میتونم قدرت رو پیدا کنیم. ببین میگه باید بریم اونجا. خب ولی نمیتونم. این ولی نباید بیایم. باید از این طرف بریم پایین. ببینم ببینم دیگه همینجا میگه بریم پایین. چه مپیه این؟ چه شکلی از اینجا بپرم اونجا؟ خدا بذار ببینم میتونم چیکار کنم. ایده دارم. میدونم که با این وری بریم ها ولی این وری ما باید بریم الان چون ما اون قدرت رو نداریم.
ما اینجا نرفتیم. اینجا که خیلی باهوشیم ما اینجا نرفتیم. یه دونه چیزی بهمون داد ولی نمیخوام اینجا رو بپرم پایین چون به زور اومدم اینجا. خب بچه پوکو جامپ یاد بگیرید. پوکو جامپ عالیه. خب زیاد دور نیست. یه بشکن میزنم میایم همون جای ویدیو. بچه من از جایی که خفنم اومدم اینجا دنبال جایی که مرده بودم و دوباره مردم قبل از اینکه رو همو بگیرم. به به گرفتیم قدرت رو بالاخره. دهنمون سرویس شد ولی گرفتمش. خب دیگه میتونیم ازش استفاده کنیم. به اینجا رو چیه؟ تسبیح داریم. بذار یه دونه هم اینور بود اینم باز کنیم ببینیم چی توش بود. دقیقا همینجاست. سیف کنیم. Rendio? Catastre. Frenamin? Mi offende? کاملا متوجه حرفشون میشم یس. Nera la. خوبه. فکر کنم اینجا باس فایت اینجا که یادم بله اینجا ببینم دقیقا من سرویس شد رو بیام اینجا. اون همراهی یادم نمیاد. میایم برای دومین بار زدنش. تو ترای اول که نتونستیم بزنیم ریدیم. دستت
چیز خفن میخواد به اون بدانا کن. مردم، سکته کردم، بیدار شو. نره کجاست؟ شب در سطح چرا هر موقع میخواد یه قدرت خفن بهمون بده اینجوری سفید همه جا رو فلش میکنه؟ بله. دوباره فکر کنم هیل کردنمون بود. میبینونم عجیبا غریبه. بریم این بر. سلام مشکله چکارت کنم؟ اینجا این فست ترولمونه. چه جالب. دوست داشتم خوشم اومد. خب بچه ها، پارت 2 هم به پایان رسید. ساب کن.